وقتی که پرزیدنت در پیامش میگوید که سپارش داده می شود به حکومت جمهوری تاجیکستان، معذرت میخوام جناب امامالی رحمان، شما همچون پرزیدنت به کی سپارش میدید؟ حکومت کی هست؟ شما رئیس حکومت هستید طبق کنستیتوسیون و طبق قانون درباره حکومت جمهوری تاجیکستان. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان است. وقتی که امامالی رحمان پرزیدنت به امامالی رحمان رئیس حکومت سپارش میدهد و باز طلب میکند، باز جنجال میکند، این مگر خنده‌آور نیست؟ یعنی گویا که شما تصور کنید که یک امامالی رحمان در تالار نشسته است در پهلوی دیگران همچون رئیس حکومت و امامالی رحمان پرزیدنت در پیامش به حکومت به خودش سپارش داده ایستاده است. من امامالی رحمان به شما امامالی رحمان رئیس حکومت سپارش میدیم که در این 5 سال این کارها را کنید، یا سوال میدیم که چرا این کارها را نکردید. بله، در یک کشوری که رئیس حکومت سروزیر هست، پرزیدنت اگر این گونه سوال بگذارد منطقی هست. مثلا حداقل بگیم در حالا روسیه یا در یک کشور دیگر، چون در بسیاری کشورها رئیس حکومت سروزیر هست. اما وقتی که در تاجیکستان همه قدرت در دست خودت، حکومت در دست خودت، مقام پرزیدنتی در خودت و همه این حتی وزیرها را هم خودت تعیین میکنی، بعد میای سوال میگذاری که چرا استحصال نمیکنیم یا میگی سپارش داده شود، این هم خنده‌آور است، هم غیر منطقی است، هم این روانه شده است به یک مردم عوام، به یک عامه‌ای که این مسئله را درک نمیکند. بنابراین از این به بعد دیگر سپارش ندهید در پیام‌ها تا روزی که خودتون رئیس حکومت هستید. به حکومت سپارش داده میشد، یعنی من خودم به خودم سپارش میدیم، باز خودم به خودم سوال میدیم. اما هیچ وقت نشده است که همین رئیس حکومتی که با او اینقدر هر سال سپارش داده میشود یک مرتبه به ملت گزارش بدهد. ما تا حال شاهد نیستیم در این 30 سال رهبری شما جناب رئیس حکومت و رئیس جمهور و سرفرمانده و پیشوا و همه لقب‌ها یگان حکومت به ملت تاجیک گزارش نداده است. برای چی؟ برای اینکه شما خودتون به خودتون گزارش دادن نمیخواهید. بنابراین بیاید دیگر از این بازی ها و از این مردم رو فریب دادن و از این کلمه بازی ها دست بکشید و بیاید وقتی که همچون پیام پرزیدنت میشد خیلی مشخص، خیلی کنکریتی اطراف موضوع های اساسی گپ زنید و به این سوال که چرا استحصال نمیکنیم باید خودتون جواب بگیرید، نه من نه کسی دیگر. اگر که من سر قدرت آمدم یا هر کسی دیگر، بعد شما حق دارید از من سوال کنید که یا از هر کسی دیگر که چرا ما استحصال نمیکنیم.